سلام دوستای عزیز، امیدوارم با تمام خانواده جور و صحت و سلامت باشین. خوش آمدین بازم به یک ولاگ جدید. امروز قرار است که برم به استور راس، چونی استور راس تازه باز شده، گرند اوپنینگ است. میخوایم برم ببینیم که چه چیزای نو در اینجا می باشه و چی میتونم پیدا کنم و بخرم، چون بعض لباس و چیزا ضرورت دارم به طفلا بگیرم. میخوایم که برم و ببینم که چی چیزا هسته. دیگه شما رو همراه خود میبرم و فصل پاییز است. ببینیم که درختا برگاش زرد شده و به زمین ریخته. فصل خزانه دوست دارم، هم چون طبیعتش یک رنگ خزانی را به خود میگیره، بسیار مقبول میشه و همچنان یک کمک آدم دپرست و پریشان هم میسازد، چون همه جا خشک و زرد میباشه. خب حالا رسیدیم به استور راس. دخترکم هم همراهیم است. دیگه ببینم که چقدر تحمل کرده میتونه که همراه ما باشه. میفهمین که طفلای خرد زود خسته میشه و به گریه میشه. دیگه حالا ببینیم که ما چقدر میتونم که از اینجا خرید کنم. بسیار موزه و بوتای نو آماده. دیگه قیمت های راس بسیار مناسب است، خصوصا بر کسایی که تازه آمدن، افغانای ما که تازه آمدن میتونن از اینجا بیان خرید کنن. قیمتاش بسیار مناسب و هر چیز در اینجا پیدا میشه، از وسایل خانه گرفته تا بود، کالا، ظرف و دیگ و همه چیز میتونن از اینجا بیان بگیرن و قیمتاش هم بسیار مناسب است. بعض وقت سیل هم می داشته. ببینین که وقت سیل خورده، که تازه یک هفته میشه تقریبا که باز شده. نمیفهم که چطور در بعضی چیزا در سیل هم آمده. دیگه بعضی مارکای برندهای قیمتی هم هست که اینجا می باشه، اما قیمتش ارزان تر است اینجا. خوبی از این راسی است که میتونیم از اینجا هر برند پیدا کنیم، چون برندایی که دستور خودشان لباسایشان از فروش که میمانه او را روان میکنن، مثلا به استورهای راس و مارشال و تی جی مکس اینجا. خب اینجا میتونیم که با قیمت مناسب امو برند به دست بیاریم. اگر از استور خودش بگیریم 2 چند یا 3 چند قیمت تر می باشه. ما بعض وقتا میایم اینجا به طفلا لباس میخرم، چون عالم وقت رو به زمستان است. میخوایم که بعض چیزای زمستانی برشان بگیرم. قیمت اینجا هم مناسب است و میخوایم یک چیزایی که کوالیتیش خوبتر باشه برشان بگیرم، که حداقل یک فصل که میپوشن زود خراب نشه و بتونن که به چند ماه استفاده کنن. بعض وقت بعض لباس هاست که به یک شستن در او خراب میشه یا پت میکشه. دیگه اینجا خوب است که مثلا چیزای برند و با کوالیتی خوبه میتونیم اینجا با قیمت مناسب به دست بیاریم. چون طفلا به رشد و نموستن، مثلا لباس های مثالشان به سال نمیشه یا خرد میشه یا تنگ میشه برشان. دیگه فقط میخوایم که یک چیز باشه که حداقل 1 سال بتانیم که از استفاده کرده بتانیم و زود خراب نشه، در شست و در ماشین و در خشکان اینجا خدا خراب نکنه. خب چیزای برند ای است که کوالیتیش خوبتر می باشه، میشه که مثلا همون 1 سال از او استفاده شه. بعضی چیزا از ارزان است اما کوالیتی خوب نداره، فقط 1 بار که پوشیده شد خراب میکنه و او را نمیتونه که آدم زیاد از استفاده شود. از وقتی که دخترکم پیدا شدم عاشق خریدن لباس های دختران هستم. هر استور که برم اول میرم طرف لباس های طفلانیش و لباس های دخترانه را میبینم که چی لباس. ماشاءالله لباسم خیلی زیاد داره، اما هر بار که میرم حتما برش یک چیز میگیرم.
این یک ست سپورتی از برند نایکی است. ببینین که هر دوش $15 میده. اگر میرم به استور کولز یا دیگه جای شاید از $30 بالا باشه و کم نی. ای پتلونم میبینم برای بچگکم. دیدم که کوالیتیش خوبش از نرم است، چون اونا هیچ خوش ندارن که مثلا جینز و اینا بپوشن. زیادتر خوش داره که چیزای جاگینگ پنس یا سپورتی باشه، آزاد باشه که بپوشن. اگر مثلا جینز و اینا رو اصلا خوش ندارن. دیگه طفلای طرف ها را خود میفهمین که چقدر پیکی است. ایره میپوشم او را نمیپوشم. دیگه از من صبحانه که مکتب میرن هر روز سر من 2-3 بار کالا را تبدیل میکنم که ایره میپوشم، ایره خوشم نمیاد، این راحت نیستم. بسیار لباسایشان است که اصلا این نپوشیدن هم تو مانده و برشان خرد شده. این کراکس بسیار کیوتک بود، خوشم آمد. در پای دخترکم پوشوندم، بسیارم تو نرم و گرم می باشه. دیگه راست بسیار چیزای دیکوریم داره که به حساب دیکورشن خانه تان میتونین بعضی چیزا رو بیاین بگیرین و منظره های بسیار مقبول و بعضی گلدان و گل و عکس و قاب و این چیزا، هر چیز شمدونی پیدا میشه به خاطر دیکورشن خانه. و همچنان وسایل آشپزخانه بسیار دیگای خوبیش، اگر ضرورت دارین میتونین برین از اونجا بگیرین. و حال وقت نزدیک کریسمس است. در نزدیک کریسمس بسیار ظرف و وسایل خوبش میآید که ما همیشه وقت کریسمس میرم و میبینم که چی چیزای نو آمده. و پیشقابم ببینین دورش طلایی بسیار مقبول و قیمتش هم از $4.99. امی پیشقاب شاید دیگه جای قیمت تر باشه، مثلا ده هم گوت اینجا قیمت تر است نسبت به راست. خانم ها را خود میفهمین که عاشق ظرف هستن و دوست دارن که ظرف های رنگ و رنگ داشته باشن. یکی خانم ها از ظرف سیر نمیشن و یکی از کالا. دیگه دو چیز همیشه دوست داریم که بخریم و رنگ باشه. دیگه اینجا هم بعضی ظرف های مقبول آماده بود و اما دیگه من نگرفتم از ظرف که چون جایش ندارم، الماری ها پر شده. دیگه خواستم برای چند وقت امو ظرف هایی را که دارم استفاده کنم. چون این راست تازه باز شده، همه چیزش منظم، پاک، صفا، همه جایش است. دیگه شادی هم یک چند وقت تیشه و به قسم نبانم، اما حال خوب بسیار خوبش بود و هر چیز پیدا میشه. بسیار فرشای خوبش آمده، پتدار و رنگای روشن اگر دوست دارین. چون امی فرشا اگر دیگه جای باشه زیادتر قیمت از اینجا فکر کنم دانه 120 بود یا $150 بود. دیگه بالش دار به خاطر فرنیچر اینا و مزیتی و خمی شیت و سرتختی و چی میگن روی جایی و چیزا را از راست میگیرم. اینجا از مثلا از برندهای خوب پیدا میکنم که قیمتش ارزان تر می باشه و کوالیتی بسیار خوب. 100% کاتن است که تکی کتان است که شسته مبرایه و خراب نمیشه و پت نمیکشه. این چیزا را حتما از برندهای خوبیش رو بگیرین که زود خراب نشه. آدم یک چیزیست که همیشه آدم استفاده میکنه. اینجا هم بخش تویس است. دیگه دخترک من اینجا امروزی تویسا بازی داره چون خسته شده بود، گریان کرد که مرا تاکو. دیگه من تایش کردم، یک چند دقیقه اینجا ساتوری کرد امروزی تویسا. دیگه حالا میریم به کشیر که چیزایی را که گرفتیم پولش بدیم. دیگه دخترک من خسته شده، خوابش گرفته.
این هم ریسیتش که تمام چیزایی که خریدم تقریبا $125 شد. دیگه بازم خوب است. اگر مثلا من از دیگه جای خرید میکردم شاید همه قدر چیزی که من خریدم شاید $200-300 میشد. دیگه حالا خلاص شدیم و میریم به طرف مکتب که وقت خلاصی بچه هست. از مکتب بگیریم و امروز بچه که وقت دکتر داشت اینجا باید خون بده در لب آوردیم به شفاخانه که خونش بگیرم. حالا هم آمدیم به این نوت چون بچه ها گشنه شده بودن گفتن به ما غذا بگی. از مکتب خلاص شده بود راستان آورده بودم شانه به پیش دکتر دیگه و همچنان در را بچه که ما تشناب گرفته بود و عجل بود گفت نمیتونم تا خانه برام. ما مجبور شدم که دمی نزدیک ما این نوت بودم اینجا استاد کنم. دیگه وقتی که تشناب خدا کرد و خواستن که از اینجا یک چیز بگیرن و بخورنم. حالا هم میریم پس دوباره طرف خانه دیگه نزدیکای شام شده رایست و هوا هم ابری است. شاید که پسان باران بباره چون فصل خزان است دیگه هوا هم تو ابرولود می باشه. حالا برتان نشان میتونم که من چی چیزا را خریدم. دو خلطه شد. خب خلطه اولش است که ممو سیت جمپر و پتلون نیکی که بود را گرفتم برای بچه کم خوشم آمدم. قیمتش هم مناسب بود. و این جاکت زمستانی را هم به بچه کلانم گرفتم که قیمتش $39 است و بسیار کوالیتیش خوب است. از برند کولومبیا است. داخلش پت داره گرم و خودش جنسش بسیار سبک و نرم است و اینجا هم پوشیده. این جاکتکم به دخترکم گرفتم چون خیلی خوشم آمد. تو نرم بسیار سافت است دیگه خوشم آمد. را هم به دخترکم گرفتم. چون اول کم کم سرد میشه دیگه به این قسم جاکت ها ضرورت داره و داخلش دوتا قیتکک های مویم داره گرچه که دخترک ما قدر مویم نداره مویش بسیار کم است. انشالله که پسان های قیتکایش استفاده کنم. و این جرابای نایکی را هم گرفتم. این هم روغن ویتامین ای است از کمپانی اولی که را بر جلد بسیار فایده داره گرفتم. خدا کنه که خوبش باشه. هنوز استفاده نکردیم. و این قاشقارم و روزمری خود گرفتیم. 10 دانه داره و قیمتشم $8 بود فکر میکنم چون قاشق زیاد گم میشه. بچه ها حتما طفلا در گاربیج مندازن نمیفهم چی میشه. زیاد قاشقای ما زود گم میشه دیگه من مجبور هستم که زیاد قاشق بخرم. و این پتلونه هم بر بچه کم گرفتم. بسیار جنسش خوبش است. نرم است و هم تکیش هم کشی است. دم میده دیگه که چون بچه ها امی قسم جنس خوش دارن چیزایی که شخ باشه خوش نداره نمیخواین بپوشن و ایره به خاطر مکتب برش گرفتم. پاچایش هم لاستیکی است و یک جیب هم داره و همچنان این رنگ دیگهش است. این هم کشی است. بسیار تکایش خوبش است. نرم است.
این کراکس هم به دخترکم خریدم چون بسیار خوشم آمده بودم. رنگش هم مقبول است و بسیار کیوتک بود و قیمتش هم 6.99 که $7 است. خب گرم است از زمستان تا پایکش. یک دانه آینه هم گرفتم که این آینه است که یک طرفش کلان نشان میده، یک طرفش خرد. دیگه به خاطر میکاپ آینه که قبلا داشتم را دخترکم شکستاند. دیگه خواستم که یک آینه دیگه بگیرم. این بلوزم به بچگکم گرفتیم که از کمپانی تومی است. قیمتش بود $9. بسیار جنسش خوب است و کوالیتیش خوب است که به این قیمت میارزه. اصل قیمتش $29 بوده. خب دوستایی بود ویدیوی امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. دیگه تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند پاک میسپارم.